نه همیشه همین میگم سوال شوهرتان ممانعت نمیگه او تمانا جان نکن کاره یا خوب میکنی این تشویقشان چیست؟ مرا کس آزار بته میگه برو او را جای به جای خفه کو. خب میفهمه که مرا آزار میتن که من چیز میگم. شکر خیلی اونا رو هم در لایف نیارین که هیچ کار نداره، هیچ کار نداره به من. میگه خودت میفهمی. خوب آزادی خوب گرفتن دوسته عزیز. الحمدلله. کسی که یک دو میزنه 5 بار دو بزن تا هم ات یک رقم. بشک تیک توکر مورد علاقه تان کیست؟ خانما بگویم یا آقایان؟ فرق نمیکنه تیک توکر مورد علاقه دیگه هر کسی که مورد علاقه باشه میتونن از خانما بگوین از آقایان اگر دوتا باشه از خانمان هم بگوینم از آقایان ولی یک خصوصیتش هم بگوین که چرا تیک توکر مورد علاقه تو نام خدا ایجا کلگی هست خفه نشنین این نام خدا زیاد هستن مثلا این سایکن ما خودم فوتبال از یاد دوست دارم ولی یک محبت خاص دارن. هر کدام از ها بر من به خدا عزیز هستن. حالا گذشته از گیم و گپا ولی نمیتونم. این بسیار یک سوال سخت است. تیک توکر مورد علاقه تون را بگوین خیرت. این مرا پرسان کن بازیکن مورد علاقه چی است؟ من میگم مسی مثلا. خب بازیکن تا تیک توکر فرق میکنه ولی نمیتونم. این تو برات بگویم که هر کدامش از خود ام کل تیک توکر دم اینجاست. من میفهم من او گپ چیز نیست. هیچ کس نگویی برو خیر است. من واقعیت برات بگویم هر کدام از یا که هستن باور کو شایستگی امو چی خود دارن مثلا شاید که در بین عکس‌ها حقایق بگویم که مثلا نیست بله ولی ما ایتو یعنی همگیش به می دو تا به یک چشم میبینم همگیش دوست دارم همگیش احترام دارم احترام که کدن در زندگی های شخصیشان ما کار ندارم همیشه دعا میکنم خداوند خوشبختشان کنه ولی همگیشان دخترها و بچهای افغان کلش دوست دارم بیرقایشان بالا ات خاص نیست که مثلا بگویم می ازی برتری داره همگیش ما دوست دارم موزه رقم میگفتین موزه جانم شیرینی لیوال تخبت بچه شیرین درود خوش آمدین این سعی کنین همین موزه عزیز هر کدامشان همی دخترها همی بچه ها باور کن من نمیتونم که سخت سوال است نه درست است خیر انشالله همیشه موفق باشن همگیشان اهداف آینده تان چیست؟ کوتاه که بریم طرف تصویرها دوستان منتظر هستن هدف آینده داخل سوشال میدیا بله در داخل سوشال میدیا ما یعنی کدام پلان خاص ندارم فقط امی وجود ما که هسته امی فکر میکنم که امی بودن ما خودش یک زیباست امی دخترها بله دیگه کدام هدف خاص ندارم قبلا چرا ما یک چی آنلاین داشتم کارهای آنلاین میکردم وقتش ندارم اگر نه میالم اونمو بکسا اونمو چیزایی که خریدیم یا چیز کردیم دارم اگر آینده شوه بخیر که امو را چی کنم امو چیزایی که هستم اونا را چیز کنم ولی کدام هدف خاص ندارم در سوشال خیلی ممنون بیا که تیک توکر مورد علاقه را خود نگفتین حالا از کدام تیک توکر خوشتان نمی آید این را خود بگوین از تیک توکر که مرا خوش من نمی آید دیگه اصلا ایران بگذاریم در عکس ها باز اموجا باز اتنه از اینجا معلوم میشه خدا وکیل دوست خیلی ممنون تشکر دوستا یک قلب سرخ بان که دو تا سوال را جواب ندادم سوالا را که جواب ندادم از زیر تاثیر میرم بگوین چرا چون سوالا یک رقم خوب است جوابا را نگیریم بیتو در ذهنم تو چنگک میسنه میره خب به هر حال دوستا خیلی ممنون سلامت باشین 5 سال آینده خودت را کجا میبینی؟ کوتاه 4 تا سوال دوستا مونده میرم طرف تصویر امی که بخیر درس ما خلاص کنم یک فول تایم کار داشته باشم کاری که مثلا یعنی 5 روز دفتر کار بکنم امیره که چی خدا بگیرم چقدر مونده درس دیپلم خدا بگیرم بخیر چقدر مونده چند سال دیگر بخیر دیپلم بخیر 1.5 سال دیگه مونده انشالله که خلاص کنم زیاد است با کیا زیاد گیم میزنیم با کیا زیاد گیم میزنم همیشه گیم های ما معمولا دوستا هستن زیاد هستن به خدا همیشه اون با برابر که میشه با فرزانه ناز عزیز با رویا جان با دیگه رئیس گل عزیز باز
ماشاءالله آقای تایید پنشیری و مو رقم دخترها بچه ها نام خدا زیاد هستن. میر آقا دیگه همیا هستن، خداوند کمشان نکنه، هستن دوستا هستن. این خود چی جان شام عزیز گلکارک روان میکنه. خواه قریشی همگی همی دوستا همگیشان هستن دیگه. لیلی مجنون عزیز کلشان. بشک برای قوم پرستان تیک تاک چی گفتنی دارین کوتاه؟ این خیلی مهم است. دیگه لطفاً بگوین، به خاطر که من خودم شخصا خیلی آزار میبینم کسانی قوم پرست میکنن. من میگم اولادشان سرطان بکشه. میفهمی درد اولاد خیلی سخت است. فقط اینمی که از درد دیگرها بیاین، هر شب و روز که بشینن اولاد آدم که در پیشوری آدم درد بکشن. خدا جان. تشکر تمنا جان. خواهش میکنم. تشکر. بشک در جگرت نفر فکر بزنیم. ما شانس داریم و بیچاره شانس نداره، مگر نه ما هم شانس نداریم، ولی تو از ما کده کم شانس بوده که فیت رفت. خیر است، فرق نمیکنه. فکر به هر حال خدا یاد میده. یکی دیگه را بزن بچه، میگه قرض که از 100,000 گذشت قنده بزن دیگه، مجبور یکی دیگه. هیچ فرق نمیکنه. امو از طرف ما و شما. بزرگترین آرزویتان چیست؟ بزرگترین آرزوی ما روز باشه که کل هموطنای ما بدون درد رنج ببینم، امانند دیگه کشورها وره در آرامش ببینم. امو قدر عزتی که با طفلای دیگه کشورها آرامش او را با طفلای وطن خودمان ببینم. یعنی بزرگترین آرزوی من اینمیست در زندگیم. بشک واقعا. دوستای عزیز، من مطمئن هستم زیادایتان میگین که شادخت تمنا زن خوبی نیست. خدا وکیلی از نزدیک، از شخصی یا که نرمالا اگه اینا را بشناسین خیلی زن مهربان هستن و که چی هستم به خاطر من زیاد در زندگی خود درد دیدم، احساساتی میشم. چرا که من از جانب مثلا من میشه از دل پاک و انسانیت و چیز پیش میرم، از طرف مقابل که من یک چیز بدم میبینم دفعتا احساساتی میشم. من اینمی بروز احساسات من اینمی بسیار کوشش میکنم، اما چی کنم دست خودم نیست. اینمی شاید کمی کس مرا ببینه اون دم لحظه مرا قضاوت میکنه، ولی همون تو هست که در لایف هست همون لحظه قضاوت میکنه که میبینه شما دیگه اینمی، ولی در کل من شخصیتی من از تیک تاک در کل دوستای عزیز، کسانی که پشت تلفن در تیک تاک هستن قضاوت نکنین، به خاطر که این تجربه من هست. اینمی حالا ما همه تیک تاکرای عزیز قطعش رابطه شخصی داریم به خاطر مهمان اونه، از واتساپ، از صحبت، از دعوت، از چیزا. خدا وکیل همه کسانی که شما بد میگین اونمو بهترین آدمایی هستن در شخصی. همون کسانی که خدای خیلی ها بد میبینن نامشان را نمیگیریم، والله بسیار آدمای مهربان، بسیار شخصای متقابل هستن و در تیک تاک دیگه قضاوت زود نکنیم. در تصویر نمیشه انسان ها را شناخت. دقیقا. یک خاطره تلخ زندگیتان را بگوین که بریم طرف تصویرها خیلی منتظر است. خاطره تلخ زندگی فکر میکنم مسافری، امی که مسافر شدم. یعنی دقیقا گفته بودیم که یک راز هم هست از افغانستان بیرون شدنتان و در کوچکی همورم اگر بگوین اینجا خاطره تلخ ممکن است شود. او خاطره من خب برتان گفتم که بسیار شخصی است که من از روز اول که من به دنیا آمدم من خانواده اصلی خود از دست دادم. بعد من در یک خانواده دیگه بزرگ شدم دیگه. وقتی که بسیار دست وقتایی که من نیاز داشتم، اگرچه حال بخشیده مشان خلاص شد مشکلاتی ها، در وقتی که من نیاز داشتم که باید کتیمه مثلا مادر باشه، فامیلم باشه یا نبودن. بعدنا اینا وقتی که دوباره اینا جستجو کردن یا که مرا پیدا کردن، باز مشکلات بسیار زیاد بود در کل دیگه. بسیار امی دو فامیل میگه امی گاو شیری از امی گوساله از چی میمیره، از بیشیری میمیره. من در وسط مانده بودم.
این طرف هم جنجال بود، این طرف هم جنجال بود و می باعث شد که باز ما از افغانستان با وجودی که چی بود باز از افغانستان برآمد. جلون شده. بله بله دوستای عزیز، جانم دیفینیتی عزیز کی بودین شما؟ هیچ نفهمدیم چی حال بگو، فقط ما در خدمت باشیم. مقابل دیگر میزنی یا نمیزنی؟ یه بگو. خب آمده باشین دوستای عزیز، میریم چرا در اکانت دیگر ریکارد بگیرم؟ اگر احیانا بعض وقتا کارشان باشه بیرون میبرم. دوستای از اکانت دیگه مرا بلاک کردین چی باید؟ به هر حال میریم من هیچ نمیتونم کم خدا زوم کنم. خب به هر صورت زوم کنیم. دوستای عزیز شیرهای ما چقدر از بانو تمانا جان شما ببینین، دوستایی که پایین هستین شیرها را ببینین چقدر میباشد. زود 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 زود. خب سرحدی هستی، خب برو دیگه اگان چیز شیر میر چارج که سرحدی باش. سرحدی جان برو دیگه، دجگرت نفس. 1000 شیر کار دارم دوستا، غیر از 1000 تصویر نشان داده نمی شود. لطفا همگیتون کسانی که سفر فالو نکردین فالو کنین، دجگرت نفس. شادخت را خونه فالو میکنین، مرا فالو کنین و کسانی که چیز کردین 1000 شیر، چون همیشه با 1000 شیر ما تصویر را چیز میکنیم. 5 نفر 10 نفر 1 دقیقه جور میکنین، 600 نفر هر کدامتون 200 شیر 2 تا شیر کنین، اون میشه 1200. استاد هم نوشته را اما گیتار شیر کنین دوستای عزیز. چه رقم نوشته را چشم بالا میکنید به خاطر که اینا کم زومتر شده نزدی آنه. به هر حال شیرها دوستا همه گیتان لطفا همه دست جمعی. به هر حال تصویرهای اول 4-5 تا کسانی هستند که ورزشکارای عزیز هست، کوتاه نظر میخوایم و بعدا کسانی که دیگر در تیک تاک خود سیاستمدار میگن یا بعضی ها اونا در شبکه‌های اجتماعی بودن در افغانستان اونا هستن و بعد میریم طرف تیک تاکرها. دیگه کم 3 بخش است، زیاد است، کوتاه لطفا اگر بگوین. شیرها را بالا داریم جیگرها. چقدر شد شیرهای ما؟ جدا دیگه رقم نمیفهم، مردم کش زیاد شیر دارن. شیر کنین شیر دوستا بگوین جیگرها شیرهای ما پره شده باشه که بریم. 448 تا خیلی کم از بانو تمنا، خدایی خیلی باید 1000 نفر شیر کنین دوستا. دوستای عزیز میفهمین کسانی که 200-300 نفر ما میباشیم 1000 شیر میکنه. شما خنام خدا 700 نفر هستین، هر کدام تا 1 نفر هم شیر کنه 700 تا شیر میشه. بریم تازه حساب میکنه، تیک تاک هم پسان حساب میکنه از الیاس. بریم در جگر تا نفر 200 شیر دیگه. آمده هستین شما هم؟ بله بفرمایین. 1000 شد تا که 1000 نشان ندید. نه ما فقط شما را آماده میکنم. بله اینا کسی نه، هر کدامشان 2 نفر میشه حساب میشه پشت سر هم. نه در بیگ مچ لدر آیسته میبینیم اسکورایچ بالا نمیره. دوستای عزیز تصویر ورزشکاران جایزه داره. نیست یک نفر یک دانه چی بزنه میجه، یک دانه راکت بزنن. چی راکت بزنن که کلگی میمینه این راکت نزنن؟ مجبور دیگه. بریم دوستا. فیلتر کجاست؟ نمیبینی بهترین نام خدا رفتن امروز 50 یورو را آرایشگاه 50 نه به خدا فیلتر نیست دوستا. فیلتر اینی فیلتر نداره، داره این خورترک فیلتر نداره فکر کنم. خیلی کم است در لایف که بالا آمدن دوستا. بعضیا که بالا آمده رقم ترس داره میگه فیلتر داره، این لایف نداره. حتی بعضیا تو قبول نمیکنه چیزا میگه ما اونجا بیایم میگه فیلترم بپره چی کشی. خوب میگم چه فیلتر نداشتم. با خدا برام نمیگه. بعضی کسانی که تو روی فیلتر دارن نه خدا نشان نمیتن، میگه یک دفعه میگه در بین صورت معلوم شود بدون فیلتر هیچی میشه. فیلتر نداره. 1000 شد. مدیراتور آمده هستین؟ بله بفرمایید. 1000 شد. تشکر. 1000 شد. 1000 شده باشه دوستای از ما میرم سر یک چای یک هوا میاریم تو 1000 میشه. دروازه ممتق است. لایک ها را زیاد کنین جیگرایم.
ماما برق خدا جور کنم چی نگیری فلم نگیری جیگر روی برق خطا خورده فکر کنم نمیفهم از کجا خطا خورد تاریک شد بیخی در نصف برنامه برق ما نره خب بخیر دروازه تون باز کردیم؟ بله یا خدا را شکر 1100 شده دیگه میریم بخیر دوستو ورزشکاران شما میفهمین باز دیگه انشالله اون چیزها را میریم آماده هستین بر تصویر اول ورزشکاران؟ بله بله بفرمایید خیلی ممنون تشکر اولین تصویر عظیمی بدخش قهرمان شکست ناپذیر فرزند واقعی میهنم افتخار میکنم واقعا به وجودشم بشک خیلی خیلی ممنون کروش رجبی وقتی که اینا امو چالنج قبول کرده بودن دقیقا واقعا شخصا کس ما بودم که یعنی انتظار نداشتم فکر میکردم که این نمیتونه با کسی که با وجودی که یعنی واقعا استعداد دارن یعنی میگفتم یعنی بردشان چی نکرده بودم خیلی ها واقعا پیش از اینکه اینا مسابقه بود خیلی ها گفته بود که میبازن خیلی ها حتی تشویقشان هم نکرده بودن ولی نام خدا که وقت بردن بسیار تشویق اما دیگه وقتی که واقعا مرا سرپرایز کردن هیچ یک قلب برشان امیدوار هستم که هر جایی که هستن با و بسیار یک بچه هستن که همیشه تعریف خانم خودم میکنن اینا من اینم زیاد دوست دارم یعنی در هر قدم قهرمانیش میگه که من دست خانمم است یعنی یک کسی هست که واقعا قهرمان هستن اینا افتخار افغانستان واقعا یک ویدیوشون هم ویرال رفته بود دوستی از کسی میگفت که نمیخواین ازدواج کنین گفتن که ما خانم دارم ازدواج کردیم نیاز به دیگر واقعا دقیقا ولی یکیشان ماشاءالله از دیگهشان کده چی میگن همین ندارن یک همگیتان واقعا چی میگم امو یک بچه چی میگن یک سلامی و کلشان اینا واقعا کسایی هستن که افتخار وطنم هستن و من دست مادرایشان میبوسم پدرایشان که همچو فرزندای برای وطن ما و شما تقدیم کردن خیلی ممنون افتخار ما هستن راشد خان راشد یا الماس افغانستان خلاصه و یکی از ما در ورزش همی کرکت بسیار دوست دارم و ای که ساعت هم میخرید من میرفتم که ساعتش چند گرفته یا نه زیاد چی از این بودم فنش میکردم فنش هستم ترکیبشان میکردم اینا ماشاءالله اینا گوهر نایاب هستن اینا افتخار افغانستان هستن خداوند همیشه اینا را سربلند داشته باشه در مسابقه آخرش اگر مسابقه را دیده باشین نمیفهمم که چشم نظر بود یا چی بود خداوند اگر نمیفهم مریض یا چیز ولی خداوند قدرت بتش فیض عظیمش در زندگیش باشه که بدرخشه مسابقه آخرش یک کمک چی بود ولی در کل افتخار ما هستن این هستن تشکر من چطور کنم که امروز کلش قهرمانای وطنم او مای گاد دیگه عزیزای دل ما هستن خداوند اینا رو همیشه موفق داشته باشه و خدای یعنی اگر گاهی وقتام در مسابقه اینا بازنده میشن نگران نباشن اینا همیشه پیش ما قهرمان هستن اینمی رقم همیشه برنده باشن و بیرق افغانستان همیشه بالا کنن افتخار ما هستن تشکر دوستا شما هم یک قلب بانن که این تصویرهای ورزشکارای عزیز که برن تا اون موقع قلب بانن در جگر تا نفس باز محمد مبارز اینام
چی بگویم به خدا، واقعا دست مادر از اینا از بوسیدن است. بازم همی حرف تکراری میزنم، اینا واقعا کسایی هستن که بعد از خداوند سالای سال عمر درازم برشان بده تا بعد از نبودشان هم اینا نامشان همیشه جاودان است. افتخار وطنم هستن اینا. تشکر. افتخار میکنم سرشان. اوه نجند گرگه. او مای گاد، ای امو رقم دیگه فیورت کسی که کشت به حساب مبارز هستن، یکی راشد خان و همگیشان برام عزیز هستن و یکی ای دیگه ایران نمیتونم به چی الفاظ ایران صفت کنم دیگه. ایران همیشه رشد بتین. ای یک کسی هسته که فکر میکنم یک روزی همه دنیا شاید سر از افتخار کنه و هیچ وقت پشت از ایران خالی نکنین و بگذارین که امی رقم پیش بره و افتخار باشه به تمام ما و شما، به تمام افغانستان. تشکر. واقعا هم همینطور است دوستان. وارد شدن رینگ یک رقم با یک عکس العمل خطرناک فوق العاده طرف مقابل و میزی به شما میانه بگویم نمودش میده خوب ماشاءالله مقبول هم از قد و اندام هم تو که میرم باختر من نمیبینم دا وجودش. ما میگه دانکشون چیش باموز خدا یارش. اما تو عشقی وطنی. تشکر. ایرم در بین ورزشکارا آمدیم در مؤخرا یک رقم ناراضی بود، میگه مرا یاد نکردی. سنگخور. بله یا که اینا این نوید جان است، اما کسانی که ورزشکارا را ترینرشان است. نه ترینر نیست اینا. در تیک تاک بسیار یک فالوور بالا دارن و هم ورزشکارایی که مسابقه می داشته باشه اینا لایف میگیره، بسیار بیننده زیاد داره، کمی تشویق میکنه. همین نیست که میگه یک عکسش در کل میگه از ما یاد نکرد. اما خودش دیگه مرا گفتم از ما یاد نکرد. سعی که ما نامن نمیشناسیم ولی از واژن میشناسیم. بله از ما یاد نکرد. خب بچه وطن است، همیشه از اینمی کارهای تو بکو و خداوند توانایی برات بده و ای که افتخار ماستی خودتان. ما تشویق میکنیم کسی که یک قدم نیک برای وطن، برای هموطن ما پای بانه، یک قدم برای ما میلیون ارزش داره. دقیقا. بله بله. روح الله نیکپای عزیز اسمایشان یک نثار هم است نیده بینشان. یک کمک از دور فکر کنم امو رقم مالی شد. اولین کسی بود که در افغانستان مدال آورده بود. اولین مدال آور بودن. بله. کجا هستن فکر کنم حالا هم هستن؟ فعلا ترینر هستن دیگه، به خاطر که واقعا خیلی وقت است، خیلی کم سندشان بالا رفتن ترینره میکنن. در کجا هستن واقعا نمیفهم، همه که میفهم که افتخار وطن هستن. یک چی میگن عشق است خلاصه. هر کدام از یا که از همی جای خود دارن، در قلب تک تک ما و شما اینا جای دارن. خداوند دمی قلای بلند برسانیشانه. الهی آمین. تشکر. کم مانده فقط تشکر دیگه. مجتبی پنشیری. مجتبی جانم افتخار ماستن. خداوند اینا رو با عزت داشته باشه. اینا هم کس هستن که یعنی باعث سربلندی ما و شما شدن، ولی اینا بسیار آینده بسیار خوب دارن. اینا ما چی کردیم، خداوند اینا رو موفق داشته باشه. خیلی ممنون. تشکر. میاییم بر شکر پهلوان. آقای شکر موتر چی شد؟ موتر نمیفهم دوستان. موتر چی شد؟ نه موتر فکر کنم ما دمی موضوعات چیز نیستم، باز خرید فکر کنم. خریدن دوستان موتر یا نه؟ خرید فکر کنم. خرید نیمتن داریم. نمیفهم. بخاطر موتر خانم باز برآمده بود او میخرید، باز موتر یک رقم در افغانستان کسی دیگه نه، اینا گفتن نخرید. راست شوکی شدن در نه خرید. نه در آخرات جنگشون خست. گفتم حمایت کرده بودم مامورم بته پیش از که هزار چیز گفتم ما موتر نمیخریم. نه باز خرید. اون باز موتر رسید فکر کنم. اگر موتر خریدی خوب، اگر نخریدی موتر بخر. یا موتر بخر و قهرمان هستی. خلاصه ما همگی تان احترام داریم، رسپکت داریم. یعنی خودت هم هیچ فرق بر دیگران نداری. امیدوار هستم که سالای سال اینمی رقم با خانواده عزیزت خوش آرام باشی.
خیلی ممنون، تشکر، سلامت. خواهش می‌کنم. رفتیم جای دیگر دوستای از این تصویرها را اینجا